أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. برادران ارزشمند، خواهران گرامی، آیه ششم سوره مبارکه احزاب از آیه ششم درس امشب آغاز میشه و ما در جلسات گذشته و درسهای گذشته بعد از مقدمه‌ای که در آغاز سوره خواندیم این مطلب را خواندیم که یه سری ارتباطات معنوی و نسبت‌های معنوی هیچ وقت باعث اجرای احکام نسبی نمی شود. مثلا اگر دو نفر با همدیگه قرارداد پدری و فرزندی ببندند و بگویند ما از نظر دینی پدر و فرزندیم، یا ما با همدیگه برادر و خواهریم از نظر دینی، این رابطه دینی و رابطه معنوی باعث اجرای احکام نسبی نمیشه. یعنی اینها هیچ وقت با همدیگه محرم نمیشند. اینها هیچ وقت اون احکامی که بین یک پدر و فرزند واقعی هست، بین یک برادر و خواهر واقعی هست، بین دو تا برادر واقعی هست، اون احکام هیچ وقتی اجرا نمی شوند. بعد از این خدای عزوجل در این آیاتی که خوانده میشه و ترجمه میشه، در این آیات رب العالمین دو تا مثال بیان میفرماید. مثال اول، دو تا مثال که رابطه عمیق معنوی وجود دارد، اما این رابطه معنوی موجب اجرای احکام نسبی نمیشه. یکی از اون مثال ها اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مؤمنین از همه چیز و از همه افراد، حتی از جانهایشون نزدیکتره و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران امت هستند، مادران مؤمنین هستند. حالا این رابطه که رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر معنوی امت و پدر معنوی مؤمنین هست و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران معنوی هستند، در این شکی نیست، قرآن میفرماید. اما احکام نسبی مثل اینکه بگیم محرمیت ثابت میشه، نه. با وجود اینکه مادران مؤمنین هستند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور حجاب دادند. خداوند دستور داد که اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. هرگاه یه چیزی از اونها میپرسید، سوال میکنید، از پشت پرده سوال کنید. یا خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم پدر هستند، ولی بسیاری از آحاد همین امت
دختران همین امت در عقد آن حضرت صلی الله علیه وسلم و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچ زنی را، در حالی که پدر معنوی هست، هیچ زنی را آن حضرت صلی الله علیه وسلم دست آن حضرت به دست هیچ زنی برخورد نکرد، اصابت نکرد، منظور نامحرم هست، در حالی که همه زنان امت دختران رسول الله هستند. امروز خیلی افراد هستند که خودشون را پدر معنوی مینامند و خودشون را مرشد معنوی مردم مینامند. برای اونها زن و مرد فرقی ندارند، زنها میرن دستهایشون را میبوسند العیاذ بالله، در حالی که این ارتباطات اگر ارتباطات دینی واقعی باشد باز هم محرمیت ثابت نمیشه، باز هم اون مرشد، اون استاد، اون معلم، اون عالم محرم نمیشه که زن نامحرم بره و دستش را با او دست بده، با او مصافحه بکند، دستش را ببوسد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با وجودی که این ارتباط را داشتند، ارتباط ابوت معنوی، پدر امت هستند، اما ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید هیچگاه دست نامحرم به دست رسول الله صلی الله علیه وسلم نخورد. این یک مثال که احکام نسبی اجرا نمیشه. مثال دوم که در همین آیه هست اینه که بین مهاجرین و بین انصار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مواخات و برادری ایجاد کردند. ابتدا وقتی که مهاجرین آمدند، هر مهاجر با یک انصاری برادر قرار گرفتند، با هم دیگه کار میکردند، با هم دیگه فعالیت میکردند، کارگری میکردند، کشاورزی میکردند و با هم دیگه مصرف میکردند، غذای چیزی بالاخره با هم دیگه میخوردند. اما این برادری باعث شد که قرآن بفرماید، قرآن میگوید که این برادری سبب توارث نمیشه، یعنی دو تا برادر اگر از هم دیگه در بعضی مواقع ارث میبرند، این دو نفر از هم دیگه ارث نمیبرند با وجودی که برادر معنوی هستند. پس این نکته خیلی مهم هست که ارتباط اگر معنوی باشد، معنوی واقعی باشد، ارتباط عرض کنم مرید و مرشد باشد، ارتباط استاد و شاگرد باشد، ارتباط پدری و فرزندی دینی باشد، برادری دینی باشد. همه ما مسلمانان با هم دیگه زن و مرد، برادر و خواهر دینی هستیم، ولی این رابطه دینی باعث نمیشه که احکام نسبی، احکام دو تا برادر و خواهر نسبی بیاد اینجا اجرا بشه. لذا خداوند عزوجل این دو مثال را برای این بیان فرمودند که این که در گذشته فرمودند که فرزند خوانده های شما فرزند حقیقی نیستند، واقعا نیستند، یعنی احکام نسبی اجرا نمیشه. اما ترجمه آیه الله عزوجل می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، نبی خدا، پیامبر خدا، او نزدیکتر هست به مؤمنان از جانهایشان، چون که جان ما و از نفس ما گاهی برای ما منافع میرسه، گاهی برای ما ضرر میرسه. همین نفس به انسان گاهی سود میرساند، گاهی ضرر میرساند، اما از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به غیر از خیر چیزی دیگه به ما نرسیده و نمیرسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان خیرخواهی هستند که خیر دینی و خیر دنیوی به امت از ایشون رسیده و میرسد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعضی همین تفسیر را که عرض میکنم تفسیر کردن که آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابتداءً وقتی که تشریف آوردند، اون زمان هنوز فتوحات نبود، غزوات نبود و غنایم به دست نیامده بود، فقر بود و از نظر مالی مشکلات بود. گاهی اگر جنازه‌ای حاضر میشد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم می آمدن می پرسیدن صاحب جنازه
مقروض که نیست، وامدار که نیست. میگفتن یا رسول الله بدهکاره، مقروضه. میفرمود پس شما خودتون جنازه برادرتون را بخوانید. اما بعداً وقتی که فتوحات آمد و غنائم به دست آمد و مقدار مال به دست آمد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم هرگاه به جنازه حاضر می شدن می پرسیدن آیا بدهکار هست؟ می گفتن بله یا رسول الله بدهکار است. فرمود از امروز بدهکاری این مسلمان بر عهده من. حالا ببینیم امروز آیا حاکمان کشورهای مسلمان، حاکمان مسلمان همین رفتار را با رعیت دارند؟ آن حضرت میفرمود که از امروز به بعد این فرد که رفته به دار آخرت به ملاقات الله عزوجل، تمام بدهکاری هایش به عهده من. و همین جا فرمودند انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، من برای مؤمنین از جانهایشان، از نفسشان هم به اونها اولاتر هستم، نزدیکتر هستم، سزاوارتر هستم. لذا این خیر دنیوی بود. به برکت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امت دارای چه عزتی، چه شکوهی، چه عظمتی شد. امروزه خیلی ها هستند در گذشته، یکی از حاکمان یکی از کشورهای اسلامی سخن از مدینه فاضله میزد، اما بوی از مدینه فاضله نبود. کدوم حاکم هست که امروز بیاد ادعا بکنه بگه من بر روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم است؟ آن حضرت هم نفع دنیوی داشت و هم نفع اخروی داشت. امروز روایتی در صحیح مسلم خواندیم در کلاس دوره حدیث، عنوان باب بود باب بکاء النبی صلی الله علیه و سلم لامته، گریه آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای امتش، که حدیث آمده بود که آن حضرت صلی الله علیه و سلم یه روزی این آیه را خواندند ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. بار الها اگر اینها را عذاب بدی و اگر اینها را مؤاخذه بکنی امت را، بندگان تو هستند، اما اینها را اگر ببخشی تو ذاتی هستی عزیز و حکیم. این آیه را خواندند و بعدا دست بلند کردند، فرفع یدیه و قال اللهم امتی امتی و بکا. سبحان الله. واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که هم برای امت دنیا را هم آباد کردند، آخرت را هم آباد کردند، به شرطی که امت در مسیری که ایشون بیان فرمودند و مسیری که ایشون ارائه دادن زندگی بکند. گریه کردند اللهم امتی امتی و بکا. در این روایت آمده بود که فقال الله عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد و ربک اعلم، ای جبرائیل برو پیش محمد، در حالی که خداوند بهتر میدونست که چرا گریه میکند. فاسأله ما یبکیک، از ایشون بپرس، سوال کن چه چیزی باعث گریه شما شده. جبرائیل آمد فاتاه فسأله فاخبره رسول الله بما قال صلی الله علیه وسلم. رسول الله گفتند که چرا گریه میکنم، برای امتم، برای آینده امتم نگرانم، پریشانم، برای آخرتشون دغدغه دارم. الله عزوجل چه فرمودند؟ سبحان الله، این پیغمبر هست رحمت للعالمین و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فقال الله تعالی یا جبریل اذهب الى محمد، برو پیش محمد بهش بگو فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ما تو را راضی میگردانیم، ما تو را خوشنود میکنیم و تو را نگران نمی کنیم، غمگینت نمی کنیم، پریشانت نمی کنیم، در رابطه با امت راضیت می کنیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنان گریه کردند که الله عزوجل وعده فرمودند در رابطه با امتت ما تو را راضی می گردانیم. ایشون بودند
بله اولا بالمؤمنین که قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی خدا، پیامبر خدا برای مؤمنین نسبت به مؤمنین از جانهایشون هم نزدیکتره. و ازواجه امهاتهم. سبحان الله. بعد از این خداوند همسران رسول الله را بیان می‌فرماید. خداوند عالم الغیب، خداوندی که میدوند تا قیام قیامت چه دیدگاهایی، چه مسائلی پدید می آید، چه مشکلاتی، چه فتنهایی ایجاد میشه. اون پروردگار اینجا معرفی میفرماید و ازواجه امهاتهم، همسران رسول الله. ازواج کلمه جمع هست، کسانی که عربی بلد هستند میدونند تمام همسران را شامل میشه که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم امهاتهم، امهات آن مؤمنین هستند، مادران آن مؤمنین هستند. بنابراین بنابر نص صریح قرآن کریم ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم امهات مؤمنین هستند و این را کسی نمیتونه انکار بکنه و انکار این مستلزم انکار آیه قرآن کریم است. این آیه 6 سوره احزاب هست که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را خداوند عزوجل امهات مؤمنین خوانده. از چه جهت امهات؟ از چه جهت مادران مؤمنین؟ مادر حرمت داره، مادر احترام داره. عزیزترین کس به یک انسان مادر و پدره. لذا باید همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم در قلوب مؤمنین، در دلهای مؤمنین اون حرمت مادر را داشته باشند، احترام مادر را داشته باشند. و اگر غیر این باشد باید در ایمان خودمون شک داشته باشیم که مؤمن نیستیم. چون الله میفرماید و ازواجه امهاتهم ای امهات المؤمنین. بنابراین برادران، خواهران، آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای این امت به مثابه پدر است. در این روایتی هست انما انا لکم بمنزلة الوالد، من برای شما به مثابه و به منزله پدر هستم. و همسرانش به نص صریح قرآن کریم و ازواجه امهاتهم. این مادر بودن از نظر حرمته، از نظر احترام، مادر دینی، مادر معنوی مؤمنین. اما عرض کردم که این رابطه معنوی سبب رابطه نسبی نمیشه. کسی اعتراض نکنه که وقتی که مادر معنوی، مادر امت هست، چرا امت باید از پشت پرده سوال بکند؟ همونطور که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم پدر هستند و به منزله والد هستند، اما دست رسول الله به دست هیچ زن نامحرمی اصابت نکرد و نخورد. ولی این رابطه ایمانی هست، این نسبت معنوی هست. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم پدر امت هست و همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم مادران امت هستند. و بعد از این میفرماید و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. کسانی که صاحبان رحم هستند، یعنی خویشاوند شما هستند، اون خویشاوندان بعضهم اولا ببعض، بعضی از اونها نسبت به بعضی دیگه اولاترن، نزدیکترن فی کتاب الله، یعنی در دستور الهی، در حکم شرعی خدای عزوجل اونها نزدیکترن برای میراث، برای ارث بردن من المؤمنین و المهاجرین. ببینید بقیه مؤمنین، بقیه مهاجرین، آنها شما با اونها نسبت برادری معنوی دارید، برادری ایمانی دارید، اما ارث از شما نمیبرند. چه کسی ارث میبرد؟ ارث اون کسی که از نظر نسبی برادر باشد،
از نظر نسبی خواهر باشد، فرزند باشد. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر با اون کسانی که موالات دارید، دوستی دارید، اخوت دارید، عقد و قرارداد برادری با اونها بستید، میتونید برای اونها کار معروفی انجام بدید. منظور اینه که برای در حق اونها وصیت بکنید که من وقتی که از این دنیا رفتم بخشی از مال من، کمتر از 1/3 تا حد 1/3 به اون برادر دینی هم بدهید. این میشه. اما اون برادر دینی خود به خود ارث نمیبرد. کان ذلک فی الکتاب مسطورا. الله میفرماید این در کتاب، در لوح محفوظ نوشته شده، ثبت شده. و بعد از این الله عزوجل اشاره میفرماید به یک پیمانی، به یک میثاقی. برادران، خواهران، همه ما با پروردگارمون پیمان بستیم. یه پیمانی در وادی ارواح، در اون عهد الست که در قرآن کریم معروف است، الست بربکم قالوا بلا. در عالم ارواح همه با خدا پیمان بستیم که از دستورات خدا سرپیچی نکنیم. اما یه پیمان دیگه هست که به واسطه انبیا با خدا بستیم. یعنی هر پیامبری عهد بسته با خدا که امتش بر دستورات خدا عمل بکند و بعدا اون پیامبر به ما اون پیمان را یادآوری کردند، گوش زد کردند. خداوند عزوجل اینجا در این آیه اون پیمان را یادآوری میفرماید. اما این را خدمتتون عرض کنم که اینجا ذکر 5 پیامبر هست که بسیاری از علما معتقدند انبیاء اولوالعزم این 5 تا هستند. بقیه انبیا وقتی که ذکر کبار بیاید، ذکر بزرگان بیاید، خود به خود بقیه را، کوچکترها را این پیمان شامل میشه. الله می فرماید و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، زمانی که ما از انبیا پیمانشون را گرفتیم، از همه انبیا گرفتیم، و به ویژه و منک، از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و من نوح، از نوح پیامبر، و ابراهیم، و از ابراهیم نبی، و موسی و عیسی ابن مریم، و همچنین از موسی و عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از اونها پیمان محکم و شدیدی گرفتیم. این پیمان چی بود؟ پیمانی که از بقیه انبیا گرفتن، علاوه از این که امتهای اونها به کتابشون، به شریعتشون عمل بکنند، پیغمبری که پشت سر می آید به اون پیغمبر ایمان بیاورند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم که از رسول الله پیمان گرفته شد اینکه امتش بر کتابش عمل کند، به دستورات خدا عمل کند و به انبیاء گذشته هم ایمان بیاورد. چون که بعد از رسول الله پیامبری نخواهد آمد. بعد از این خداوند عزوجل میفرماید این پیمان را گرفتیم لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا که خداوند سؤال بفرماید، الله عزوجل بازجویی بفرماید از صادقین عن صدقهم، از صدقشون. بسیاری از علما معتقد منظور از صادقین انبیاء صادقین. از این آیه معلوم میشه که انبیا هم مورد سؤال واقع میشوند. خداوند از اونها میپرسه که ای پیامبران، آیا شما پیام من را به امت خودتون رسوندید؟ آیا حق بلاغ را ادا کردید؟ حتی از انبیا شاهد خواسته میشه و اونها امت خاتم را، امت آخرین پیامبر را، اونگونه که در روایت ها آمده، به عنوان شاهد و به عنوان گواه عرضه میکنند. و كذلك جعلنا لكل امة شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تا که شما امت برای بقیه مردم شهادت بدید. بار الها نوح پیامبر، ابراهیم نبی، موسی کلیم الله، عیسی روح الله
اون رسالت خودشون را درست انجام دادن. امتها چقدر عرض کنم که عمل کردن یا نکردن، این گواهی را ما بنابر این که از رسول الله شنیدیم و در تعلیمات ایشون خواندیم ما گواهی خواهیم دید. و اعد للکافرین عذابا علیما، خداوند عزوجل برای کافرین، کسانی که انکار کنند، کسانی که از دستورات رب العالمین سرپیچی بکنند، عمل نکنند، برای اونها رب سبحانه و تعالی عذاب دردناکی و عذاب خطرناکی آماده کرده. خدای عزوجل همه من و شما را از این عذابی که اشاره فرموده ما را نجات بده و رب سبحانه و تعالی ما را پایبند اون میثاق و اون پیمان و همه پیمان هایی که با پروردگارمون بستیم که بزرگ در رأس اونها اینه که خدای عزوجل را یگانه بدانیم و در عبادت کسی را با ذات او با صفات او شریک نسازیم و کمک و استعانت فقط از خدا بخواهیم. لذا بر این پیمان انشاءالله عامل باشیم، پایبند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.